مثلا تو با اختیارت است، ذوق خودت است، علاقمندی از خودت است، دوست داشتنی از خودت است. قربانت خانه آباد. چیان داری؟ خوب هستی؟ گپای نکار خواستگاری در کجا رسیده همراه فریده جان؟ والا فریده جان دیگه خواست خودشان است، خودخواهی از خودشان است، دوست داشتن از من. ببینیم که تا چی اندازه آمادگی خود میگیره فریده جان. من منتظر می باشم همیشه. انشالله که میشه گپ نیست. من با این خاطر دل میزنم از دنیا جان، اینال این بزرگوارا هستن از ما شما خبر ندارن، اما ما شما از همدیگر خبر داریم. فریده جان تا فعلا از خود خبر نداره که من در کجا هستم، در کدام ارتفاع هستم یا در کدام سرعت. متوجه هستی؟ بله آباد. به این خاطر من خودت خواستم که می گپ متوجه خودت بسازم که یعنی توی برنامه وقتی که سر دست بود چرا مرام نگفتی یا مرام چرا شریک نساختی. به این منظور من خودت دنیا جان دوست داشتنی فکر کردم، پیش خود در قلب خود جا دادم، خودت یک قد دادم که یعنی تقدیم حضورت. مالا منظور خودت نمیگیره که چی میگی، ولی کچک نوازی میکنی. قربانت عزیز دل هستی میر آقا جان. وقتی در شعبه داخل شدی در چوکی میشینی یا چوکی رو صافی میکنی؟ اول صافی میکنم باز میشینم کالایم خاک پر نشه. آره چوکی خود صافی کردگی است. در شعبه من هستم تو آمدی میگم بفرمایید. من صافی میکنم باز میشینم. اگه پف کنی چطور میشه؟ از ما تا پف نمیشه، از ما تا صافی کردن از میر آقا جان. اگه بگویم بادپکه رو روشن کن این کار کده میتونی؟ بادپکه روشن کنم کار من است، کار مرداست. گپ هم از دیگه که کار مرد است. تا مرد اجازه نده پکه روشن کردن کار مرد جان. بله ها به می منظور ما می سوال کردم. من گفتم تا که مرد اجازه نده زن اجازه نداره که از خود عکس العمل نشان بده. به خاطر من خودت اینا من اگه برات بذارم واضح کنم برات قصه از این قرار است که دل میر آقا بیقرار است. میر آقا کس یازده ماست. من نمیفهم که قصه تو کجاست، نمیفهم که تو از سر میگی از زیر میگی از وسط میگی. خودت تیر بیرک نکن دنیا جان. من پیشتر برات گفتم که در شعبه بدون ازی که من باشم یا نباشم تو داخل شدی، اما تصادف من بودم در شعبه برات اجازه دادم که بفرما. میرا استاپ نباش دادان درازه یاد چوکی بشی. میرا آقا ما عروسی کدگیستم، من شوهر دارم از خود. صحیح گفت من قبول دارم. حالا گپت منظور چی؟ من خواستگاری نکرده بودم. من خواستگاری نمیکنم. بله. برنامه را در برنامه خواستگاری در شعبه بشی چوکی را پاک پکر روشن کن. جوان چی گفته رایستی؟ میرا آقا نشخ نیستی. صبر دنیا جان. در خانه کار داری اول تق میکنی مطمئن هستی که دوست تا هست یا نیست؟ مطمئن هستی؟ بیا تو ما یک نقش باز میکنیم. تق یازنه جان خوب هستی؟ تشکر یازنه جان چی گپا؟ چی گپا؟ خیر خیرت خیر خیرت. امروز دوستت نیسته میتونی کجا هست؟ آلو دوستم نمیشه. آلو خالیم است. کجاست؟ خالیم کجاست؟ اما غرض نیست که خالیت است یا همشیریت است منتا در شعبه نیست فعلا. خب کجا هست؟ تو میشینی یا پشت خالیت میگردی؟ پشت خالیم چی کنم؟ بی بوری اگان گلا چای دم که بیار بخوره. ببینه اینا لفامیدی. بله از خدا ریت خدا بینه. میره آقا بردی آنه بازی بردی. اینا لفامیدی دنیا جان که در دلم چی گپ بود. تو که هستی عزیز دل هستی میره آقا. ما واقعا بیگ فنت هستم، دوستت دارم. یک مرد بسیار خوش اخلاق، مرد که قلبش واقعا پاک است. ما براتان احترام قائل دارم بدون چونه چرا بدون هیچ چیز. به خودت احترام. زنده باشیم. امی که کتت لایف هستم، امی که میبینمت
نجیب جان دوستا قربانتان. تشکر دیگه این تشکر واقعا باعث افتخار است که با همراه خودت لایف رفتیم. تشکر دوستا که ما و دنیا جانم حمایت میکنی. یک جان تشکر از کلتان. تک تکم تو جداگانه قربانتان دوستا جیگر هستین. مجیب جان صمدی قربانت عزیز دل. دیگه حمایت کنین دوستا، مو طرف حمایت کنین، همی طرف حمایت کنین. لایک ها یادتان نره، لایک سفر رو ببرین بالا که بریم در فریو دنیا شکر انزوم داریم. خب میر آقا دیگه چی گپا؟ دیگه خیرت است. افغانستان چی میگن در چی حال است افغانستان؟ فعلا که خودت در افغانستان هستی، فعلا که طالبان آمده، فعلا که دولت طالبان هست، چگونه میبینی؟ یعنی حال خوب شده یا جمهوریت خوب بود، دوران سابق خوب بود، یا حال خوب است که طالبان هست؟ والا دنیا جان همی طالبان خوب است، خدا یارشان باشه. والا من هر کدامش جداگانه دوست دارم. خدا کنه کمی همیشه باشن که از ما شما حمایت کنن دیگه. بله. من بسیار خوش هستم از هر کدومشون. کاله یکی بیا بگه که دختر طرفداری طالب کت نی، ولی من امروز یک ویدیو دیدم من نظر ما شما نیست. ما شما پیاز شیر واره معلوم هستیم برکس. به خدا 1600 دانه کامره چیز بود که در شهر کابل چیز کرده بودن. او ویدیو را دیدم، یعنی خود طالبا 1600 دانه کامره. اینا فکر کنم خبر داره. فعلا نو کامرا دیگه فعال نیستن. میخوایم کامرا را فعال کردن. کامرا فعال است. 1600 دانه فقط در شهر کابل است. از دیگه شورش نیست دنیا جان. فعلا نو کامرا تجزیه شده، حفظ شده. او کامرا فعالیت ندارن فعلا دیگه. ما بیو کامرا چکر میزنیم. خلاصی مطلب دنیا جان فهمیدی حالا گپا؟ نه گپت درست. یعنی میگم این کاری که آل طالبا کردن در دولت طالبا هست، این کار در جمهوریت نشده بود. نه امو مثل سابق کاری است دیگه. نه کسایی نکده. مثل سابق کاری است دیگه. یعنی تغییر نکده. نه هم بیخی شباهت، بیخی یکی که دیگه شباهت داره. یعنی اما تو 100% بیخی مطمئن باش. ما فکر کردم حالا که طالب آمده شاید تغییر کرده باشه یکم حکومت. نه یعنی خوبتر هم شده از او. سابق کرده فعلا خوبتر هم شده. والا خوب است. میره در کابل زندگی میکنین خودتان؟ بله. شما در کجا زندگی میکنید دنیا جان؟ اونجا خنک از گرمی است. والا هوا خوب است. یکمک که از طرف شاه خنک شده ولی فعلا خوب است. 2 روز 3 روز پیش یکمک یخ شده بود. امروز خوب است. دیگه هوای اروپا دیگه اعتبار نیست. 1 دقیقه خنک است، 1 دقیقه باران است. جمع میکنی. خب درست است. این تو گپا. دیگه چی گپا؟ دیگه خیرت از دنیا میکنی میره آقا جان؟ والا زمزمه دنیا جان زمزمه میکنم به شرط از که کسی از من خواهش نکنم. من خودم زمزمه میکنم. خودتان زمزمه کنم. یک دیگه زمزمه ما ببینیم که شما کم یار وقت مرا گیر میکنی باید میگی برام زمزمه کو. خیر حالا یک آهنگ برای ما بخوان. خب یک شعر برات میخوانم. یک شعر برات میخوانم دنیا جان. مهربانی. دیگه میگه از آن عاشق چی پرسی لذت عشق که معشوقه دل آزاری ندارد. چطور بودم میشه؟ واه آداب که معشوقه دل آزاری ندارد. بسیار عالی بسیار عالی. حال نمیفهم فریده جان در لایف هست نیست که بیره پشت از میراغای سالنگ یکی دنیا جان من یک سوال میکنم. همی سوال من تو حل کنم. هر کسی که سوال کنم یعنی برم جواب نداد خود در کوچه اصلا چپ زد. فکر میکنم که میفهمید سواله برای محلش نکن. اوکی سوال باید حل کن. امی تو باش که کدام سوال این هست اینجا.
امی اچ ای و بی را اگر مدخل بسازیم ما شما از او چی جور میشه؟ مدخل چی؟ یعنی دخیل. اچ ای و بی؟ اچ ای بی را با هم مدخل بسازیم از اونا چی جور میشه؟ نمیفهمم چی جور میشه؟ امیر ما میگم باید حل شود. والا نمیفهمم میر آقا.